بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أفضل الأعمال انتظار الفرج. یکی از مسائل بسیار مهم اعتقادی که شیعیان باید به اون توجه کنند انتظار فرج است. اگر از شما سوال کنند چرا در این مکان شریف جمع شدید، اونم صبح روز جمعه، خواهید گفت که چون ظهور امام زمان متوقع است در روز جمعه، لذا اول صبح روز جمعه جمع شده ایم که مهیا باشیم. لذا فرمود برترین عمل انتظار فرج است. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. کسی که از دنیا برود و امام زمان خود رو نشناسد، مانند کسی از دنیا رفته است که جاهل است. انسانها بر دو گونه اند. گروهی از انسانها از فرصتی خداوند متعال در این چند روز دنیا به آنها فرصت داده است استفاده می کنند، و گروهی غافلند و به تعبیر دیگر عده‌ای در راه کسب معرفت و تهذیب نفس گام برمی دارند و عده‌ای جند الشیطانند. خداوند متعال دنیا رو خلق کرد تا جن و انس او را عبادت کنند. خلق نکردم جن و انس را مگر اینکه عبادت کنند، یعنی کاری کنند در دنیا که خود را به خدا نزدیک کنند. دنیا دار فناست. سید الشهدا در دشت کربلا فرمود لو کان الدنیا لأحد لکان الانبیاء احق بالبقاء و اولا بالرضا، غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للفنا. اگه بنا بود تو این دنیا گروهی بمانند و زندگی کنند، انبیا اولا بودند از این امر که در دنیا باقی بمانند. اما ببینید خداوند متعال یه فرصتی به انسان داده است که از دنیا استفاده کنه، برای خودش زاد ذخیره کنه. ما فردای قیامت هممون کوله پشتیامون جوابگومونه. فردای قیامت اعمال تو دنیاست جوابگومونه. یک راهی خداوند متعال برای ما قرار داده است که بدون تهذیب نفس محقق نمی شود. انسان ابتدا باید خود رو بسازد تا معنای انتظار رو بفهمد، تا امام زمانش رو درک کند، تا احساس کند
امام زمان ناظر بر عمل اوست. این علی ابن مهزیار است، اون سید رشتی است، اون شیخ مفید است، اون علامه بحرالعلوم است. تمام اینها خداوند متعال توفیقی داده مشرف بشن به محضر امام زمان و از این تشرف معلوم می شود که امام زمان آگاهی بر اعمال ما دارد. چرا؟ به خاطر این که شب 19 و شب 21 و شب 23 شب 19 نامه عمل ما برای سال آینده نوشته می شود. شب 21 به امام زمان عرضه می شود. شب 23 امام زمان امضا می کنند. لذا می گویند آقایان در اون شب دعا کنید، توسل کنید، گریه کنید، قرآن بخوانید، بلکه این قلم مبارک امام زمان وقتی و فرصتی رو به شما بدهد، نورانیتی رو برای خودتون ایجاد کنید تا آخرتتون آباد بشه. ابو حمزه سومالی میگه خدمت امام سجاد بودم، برام قضیه‌ای نقل کرد، برا من جالب بود قضیه. فرمود عده‌ای از مردم با کشتی مسافرت می‌کردند. دریا متلاطم شد، کشتی شکست، زنی خود رو نجات داد، خود رو به منطقه‌ای رساند. وقتی به آن منطقه رسید، عده‌ای لاابالی، کسانی که اهل خدا نبودند، دنبال شیطان بودند، فکر اشتباهی به ذهنشان آمد. زن بدنش به لرزه افتاد. پرسیدن زن چرا بدنت می‌لرزد؟ گفت مگر نمی‌بینی که خدا ناظر بر اعمال است، خدا ناظر بر کارهای ماست، چگونه به ذهنتان می آید که معصیت خدا کنید؟ گفت اگر بناست کسی از خدا بترسد منم، نه تو زن. من که سالها معصیت کردم، من که سالها دنبال بیراه بودم، توبه کرد. گفت خدایا از من بگذر. همسفر شد با یه عابدی، هوا گرم بود. عابد به این عاصی توبه کننده گفت دعا کن خدا ابری رو بر ما ایجاد کند که ما از گرما در امان باشیم. بهش گفت عابد من گناهکارم، من عاصیم، من تا دیروز گناه می کردم، از خدا خواستم از گناه من درگذرد، من چرا عبادت کنم؟ خدا دعای من رو مستجاب نمی کنم. عابد گفت من دعا می کنم تو آمین بگو. دعا کرد، این عاصی دستش رو آورد بالا، گفت آمین. ابری به قدرت خداوند متعال به نقل امام سجاد ایجاد شد. اینا مدتی از گرمای تابش آفتاب در امان نگاه داشت. به یه راهی رسیدن. عابد گفت راه من اینه، این طرفه. عاصی گفت راه من این طرفه. وقتی از هم جدا شدن، اون تیکه ابری که رو آسمان بود رو سر این عاصی قرار گرفت. چند قدم که عابد برگشت نگاه به آسمان کرد، دید تیکه ابر پشت سر اون عاصی تائب است. برگشت گفت رفیق بیا، تو چه کردی که خداوند متعال این منزلت رو بهت داده؟ من عابدم، این همه در خونه خدا عبادت کردم ولی ظاهرا عبادت تو مستجاب شد. گفت عابد من گناهکار بودم، عاصی بودم، ولی توبه نصوح کردم. توبوا الی الله توبة نصوحا. توبه که میکنید توبه خالص داشته باشید، آنگونه در خونه خدا بروید.
خدا خالق بنده هاست، بندگانش رو دوست دارد، به اونها علاقه دارد. هم قرآن رو نازل کرده، هم انبیاء رو نازل کرده، هم اولیاء رو فرستاده تا مردم رو نجات بدن. اونها رو قرار داده است در دنیای فانی که امتحان کنن. بعضی القاء شبهه میکنن، میگن خب مگه خدا خودش علم نداشت؟ چرا مردم رو جدا نکرد؟ اینایی که اهل بهشت بودن اونا رو به بهشت میبرد، اینایی که اهل جهنم بودن اونا رو به جهنم میبرد، قضیه تموم میشد. این همه مصائب در دنیا. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اینا برای اینکه بهانه نباشد کسانی هستند که وقتی از دنیا میرن میگن خدایا غلط کردیم، خدایا اشتباه کردیم، ما رو برگردون، سعی میکنیم که آدم خوبی باشیم. خدا برای اینکه حجت رو تمام کنه قبل از اینکه افراد این لفظ رو نطق کنن خداوند متعال این لفظ رو گفته. خدا برای اینکه حجت رو تمام کند شما رو در دنیا قرار داده که بعد نگویید که ما اگر بودیم آدم خوبی بودیم چرا ما جهنمی شدیم. الان فرصت آماده است، خدا این عرصه رو بر شما نگاه داشته است. امام صادق به ابو بصیر فرمود ابو بصیر، انسان رو که در قبر میگذارند این بدن انسان تواناییش رو از دست میده. تا دیروز زبان رو هر گونه میخواستی سوق میدادی، چشمت رو هر طرف میخواستی خدای فرصتی به داد اشاره میکردی، نگاه میکردی. اگه آدم شایسته‌ای بودی سرت پایین بود، مواظب بودی که مناظر گناه چشم تو رو فرا نگیرد. اگر عاصی بودی الان تو قبر باید جواب بدی. اولین چیزی که از بدن انسان در قبر جدا می شود چشم انسانه، بعد بدن تکه تکه میشه، بعد تبدیل میشه بدن به لانه کرم. اونجا انسان نه اینکه حس نمی کنن، انسان روحش وجود داره. لذا میگن معذب است، براش نمیدونم شب دفع نماز وحشت بخونید، براش دعا کنید، حسنه بهش برسه، نمازاشو قضا کنید، حساب و کتاب است. اونجا انسان به خدا تمسک میکنه، التماس خدای منو برگردون. امام صادق به ابو بصیر فرمود ابو بصیر فکر کن الان تو قبری و همون حالت رو داری، استفاده کن. فاغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب. قدر بدونید این ایامی رو که خداوند متعال چند روزی رو به شما داده. یا ایها الناس قد جاءکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمت للمؤمنین. مردم من قرآن رو نازل کردم، قرآن هدایتگر است، شما رو هدایت کنه. این سینه های شما با قرآن صاف میشه. یعنی مردم اگر عمل به قرآن کنید دیگه غلط نداری، دیگه نگران نیستی، میدانی که به وظیفه شرعیت عمل کنی. البته قرآن خود رو معرفی میکند و خداوند متعال شما رو به سوی قرآن فرا میخواند، اما قرآنی که همراه با اهل بیت است، قرآنی که اکمال دین با ولایت بود، قرآنی که بلغ یا ایها الرسول. اسلام کامل نمی شود مگر به ولایت امیرالمؤمنین. مگر دیگران عامه و اهل سنت مگه به قرآن عمل نمی کنند؟ مگه قرآن نمی خوانند؟ پس چگونه سر برادر خودش رو برای تقرب برای خدا می بره؟
نه زن براش مهم است، نه کودک مهم است، نه هر وقتی نگاه میکنید میبینید ذره‌ای از اخلاق اسلامی رو در بر ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه به توصیه رسول خدا عمل نکردن. رسول خدا فرمود من 2 چیز گرانبها رو برای شما به یادگار گذاشتم. این قرآن است، این اهل بیت است. کسی که با اهل بیت باشد نجات پیدا می کند. سفینه نجاتند اینا. مگر ممکن است کسی صبح روز جمعه برای اینکه اعلام کند که من منتظر امام زمانم، من فدوی امام زمانم، امام زمان اگر خروج کند من در رکاب او سمعا و طاعتا خواهم بود؟ مگه ممکنه این شخص پاش بلرزه؟ مگه ممکنه آخرین لحظات مشکل براش ایجاد بشود؟ تاریخ قضایایی رو نقل کرده است که تمام چیزهایی که در روایات از طرف اهل بیت برای ما نقل شده نمایان شده. حمیری کسی بوده است که در فضل امیرالمؤمنین تمام فضائل امیرالمؤمنین رو به شعر در آورده. هر جا رسیده فضیلتی از امیرالمؤمنین ذکر کرده. ببینید اینا موقع نزع روح، موقعی که انسان میخواهد جان بدهد، چه کسی باید به فریاد انسان برسد؟ محوری که مورد بحث قرار میدهم این است که انتظار معنا دارد. من انتظار میکشم امام زمان رو که ظهور کند، که در رکاب او قدم بردارم. اما این انتظار به چه معناست؟ آن که هر کاری میخواهم بکنم در این دنیای فانی انجام دهم و انتظار لقلقه زبان باشد یا نه؟ انتظار واقعا انتظار به معنای واقعی باشد. افرادی در تاریخ بودند که فدوی امیرالمؤمنین بودن، هر جا در هر موطنی امیرالمؤمنین یادشون نرفته از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین رو. این ابوذر خلیفه دوم تبعیدش کرد به شام. خلیفه سوم که به رو کار اومد، معاویه نامه نوشت علیه لعائن الله، نامه نوشت به عثمان. عثمان این ابوذر فضائل اهل بیت رو میگوید، مردم انقلاب به پا کرده از شام او رو برگردانید. ببینید این خبیث چه نوشت به معاویه؟ نوشت بذارش روی مرکب از شام تا مدینه، اجازه نده از مرکب بیاد پایین. ببینید تاریخو، میگه این ابوذر از شام تا مدینه ذکر فضائل اهل بیت میکرد. این مخلص درگاه اهل بیت وقتی به مدینه رسید، از محمل آوردنش پایین، تاریخ میده این بدنش از بس که رو محمل بهش فشار آمده بود تمام بدنش زخم شده بود. آوردنش پیش عثمان. فکر میکنید چه کرد؟ اول که وارد شد فضیلت امیرالمؤمنین رو گفت مولای من، آقای من، امیرالمؤمنین، روحی له الفدا. این متوکل خبیث 2 بچه داشت. استادی رو از مریدان و یاران و محبین امیرالمؤمنین، ادبیات، نحو و صرف و ادیب بود. یکی از یاران امیرالمؤمنین ادیب بود. این رو گذاشته بود درس بده به این 2 بچه های متوکل دید داره درسشون میده. بهش گفت فلانی، بچه های من مقامشون بیشتر است
بچه های من فضیلت بیشتر دارن یا حسن و حسین علی؟ یه نگاه بهش کرد، بهش گفت ببینید جواب رو. گفت غباره غلام امیر المؤمنین به هیکل تو و به این دوتا بچه هات میارزد. این امیر المؤمنین است. میدونی چی کار باش کرد؟ دستور داد زبانشون از پشت سرش در بیاد. مذهب به دست من و تو به قول گفتنی آسون نیامده. سید الشهدا هرچه داشت در راه خدا داد. شما ببینید تمام مصائب رو در روز عاشورا، اینا درسه، فرمودن مصائب ما رو به مردم بگید، اگر نگید شما شریکید در اونایی که به ما ظلم کردن. به مردم بیان کنید بدانن. شما میدانید سید الشهدا تسلیم خدا شد. محمد حنفی گفت برادر برای چی زن و بچه رو میبری؟ اینا گناهشون چیه؟ گفت چون خدا اراده کرده. خدا اراده کرده از یراهن سبایا اسیر باشن. برادرم تو میروی، خدا اراده کرده از شاء ان یراک قتیلا. خدا اراده کرده مرا در حالی ببیند که در خون خودم میغلطم. لذا این مدرسه اهل بیت افرادی رو تربیت داره که نمونه است تو تاریخ. بدانید تمام این بقای تشیع، میدانید یه روزی بود، یه روزی اصلا در تاریخ گذشته از بعد از پیامبر اکرم که دوستی امیرالمؤمنین جرم بوده. هر کس محب مؤمنین بوده از بین می بردن. خب سوال میکنم این تاریخ چجور حفظ شده؟ تا تشیع چگونه حفظ شده؟ این مجالس چگونه باقی مانده است؟ مگر نه این است به عنایت خود اهل بیت؟ آخه جلو خواهرش سرشون نیزه بردن. دین اینجوری حفظ شده. حاضر شده جانش رو بده. دخترش رو زحمت نکشیدن گوشواره از گوشش خارج کنن. ببینید مقطع رو، میگه دریدن گوشهای بچه ها رو. امام مسلمین، امام معصوم، خیلی به خودشون زحمت ندادن از به امام احترام کنن. این انگشتر رو دست بریدن، انگشت بریدن، از دست خارج کردن. تمام این منظره ها این بچه ها دیدن. شما واقعا من و تو، من خودم رو میگم جسارت نمی کنم، من واقعا خجالت نمی کشم کاری رو بکنم که تمام این کارها نعوذ بالله هدر بره. البته با کار من هدر نمیره، اما من یه شیعه‌ام، یه کسیست که ندا میدم که من مدافع اهل بیتم، مدافع این خطم، دنبال این خط دارم حرکت میکنم. محبین اهل بیت، محبین واقعی امام زمان، اونایی هستن که در دنیا خودشون رو بسازن. یه جمله هم بگم، مجامله نشه در امر. ببینید آقایون، انسان گاهی وقتا تو تمام دنیاش، تو تمام زندگیش چیزی رو نمیبینه غیر طبیعی. این که بعضیا میگن ما خواب میبینیم، تشرف میبینیم، البته این زمان این ادعاها خیلی شده و خود امام زمان فرموده است اینا رو تکذیب کنید. انسان دنیا داره امتحانه. بنا نیست که من و تو هر روز یه چیزی در خواب در بیداری، نه. ممکنه انسان تمام عمرش چیزی رو مشاهده نکنه، اما اگر انسان خوبی باشه لذت میبره، احساس خوشی میکنه که من در دنیا خداوند متعال این فرصت رو که به من داده است من از اون استفاده کردم. قاب قوسین او ادنی. انسان ها دو گروهن. یک گروهی آنقدر از دنیا
استفاده معنوی میکنن که به اندازه 2 کمان به خدا نزدیک میشن. این ساحت وجود پیامبر اکرم است. و گاهی وقتا انقدر انسان، خیلی معذرت میخوام این لفظ رو به کار میبرم، پست میشه که تعبیر میکند از حیوان هم پستر است. چرا؟ به خاطر اینکه ما دشمن داریم، دشمنی داریم که مسلح است، منتظر است که ما یه فرصتی پیدا کنیم که ما رو به منجلاب نابودی بکشد. لذا رسول اکرم فرمود مرحبا به قوم بغوا الجهاد الاصغر. وقتی رفته بودن جنگ برگشتن بهشون گفت آفرین به شما که جهاد اصغر رو که همان جنگ بود تمام کردید و بقی علیهم جهاد الاکبر، ولی جهاد اکبر باقی مانده. از سوال شد از رسول الله فقیل یا رسول الله ما جهاد الاکبر؟ قال الجهاد النفس، جهاد النفس، کسی که باید جهاد کند در مورد نفس خودش. مأمون رقی میگه من خدمت امام بودم، امام صادق. خودمون رو محک بزنیم خداییش صبح جمعه ببینیم اگه امام به ما گفت آمادگی داریم یا نه. من میگم نه اینکه فکر کنید من خیلی این چیزا رو، من خود من از همه بدترم، اما میگم که موعظه باشه هم برای من هم برای شما. سهل بن حسن خراسانی آمد گفت آقا امام صادق چرا نشستی؟ این همه شما یار داری، 1000 نفر در خراسان مسلح منتظرند که شما شمشیر به دست بگیری حرکت کنی، ما پشت سر شما. فرمود امام صادق به یک کسی در خانه این تنور رو روشن کن، تنور آتش رو، نانوار، تنور نان رو روشن کن. تنور که خوب آتش گرفت گفت سهل بن حسن بفرمایید تو تنور بنشینید. گفت آقا من؟ گفت تو رو به خدا آقا جان مرا به آتش فرا نخوانی، بگذرید از من. بعد از چند لحظه آقا نشستن با این سهل بن حسن صحبت کردن. هارون مکی آمد به هارون مکی گفت هارون برو داخل این تنور بنشین. روایت میگه کفششو در آورد، 4 زانو رفت و تنور نشست. سهل بن حسن میگه آقا با من صحبت میکرد، من نمیدونستم تو تنور چه خبره. سوال میکرد من جواب میدادم و جناب آقای هارون مکی داخل تنور بود. بعد به من گفت سهل بن حسن بلند شو تنور رو ببین. در تنور رو باز کردم در هارون مکی 4 زانو نشسته. امام فرمودن خارج شو. بعد از من سوال کرد سهل بن حسن در خراسان چند نفر مثل این هارون مکی داریم؟ گفت آقا من کسی رو نمیشناسم. حالا من توی این مجلس سوال میکنم چند نفر ما داریم که در مقابل امام معصوم تسلیم باشه میکنه؟ انتظار الفرج، انتظار فرج یعنی تسلیم در مقابل امام زمان. هر آنچه داری در طبق اخلاص قرار بدی برای امام زمان. طول کشید معذرت میخوام. یه سری از ویژگی هایی که در انسان ها ایجاد میشه به واسطه تهذیب نفس. انسان اگه تهذیب نفس نکنه معنای ولایت رو نمیفهمه، معنای انتظار رو نمیفهمه، معنای معرفت امام زمانش رو نمیفهمه و لذا شیطان احاطه میکنه. این صبح روز جمعه حضور در این مجلس نشان میدهد که منتظرین تو امام زمان منتظرند که ندا کنی و خالصانه خودشون رو در اختیار اون رکاب قرار بدن. امام زمان به مادرش فاطمه زهرا خیلی علاقه دارد. چه کشید؟
هم به خانه هجوم بردند، هم در خانه را آتش زدند، هم فاطمه را بین در و دیوار قرار دادند، هم محسنش سقط شده، هم امیرالمؤمنین رو دست بسته بردن. مردم میدونید امیرالمؤمنین رو چگونه بردن؟ کل جمل المخشوش. خیلی معذرت میخوام امام زمان، این که وحشیست لجام بهش میبندن، خیلی معذرت میخوام، روایت میگه امیرالمؤمنین رو این گونه از خانه خارج کردن. شهر مدینه شاهد مظلومی من است، به در و دیوار نگاه کنید، مظلومیت من رو پی خواهید برد. شهر مدینه شاهد مظلومی من است، بر قامت کمانی من گریه می کند. آنقدر مصائب وارد کردند که دیگر نمی توانم رو سر پا بایستم. از درد شانه نشد موی زینب، یعنی اونقدر این ضربه ها کاری بوده، بازوی فاطمه زهرا رو اونقدر مورد ضرب قرار داد که قدرت بلند کردن شانه رو هم نداشت تا موهای زینب رو شانه کنه. از درد شانه نشد موی زینب، این گل به ناتوانی من گریه می کند. فاطمه جان، درست است برای شما ضربه وارد کردن، بازو رو مورد ضربه قرار دادن، اما دخترتون مناظری رو دیده است. لا یومک یا ابا عبدالله، رو تل زینبیه چه دید؟ و شمر جالس علی صدره، بر سینه سید الشهدا نشسته است. فضربه 12 ضربه، 12 ضربه بر پیکر سید الشهدا.